چیز خوب ارائه بدید تا خبرهای خوش برسه، ما هم بتونیم با خیال راحت بیایم اینجا، با عشق و علاقه بیایم. واقعا مردم میخوان و میپسندن و عمل کردن. این دوست تعریف میکرد، میگو رفتن دوربین فیلمبرداری، یه فیلمبردار از یک استودیو آوردن، آمد که از مراسم عروسی یک شب 100,000 تومان میگیره، از اول تا آخر فیلمبرداری میکنه. 100,000 تومانش هیچ، آدم میره یک نفر این مراسم برگزار بکنه 200,000 تومانش هم میده. واقعا چه به جا میرسه، ارزش داره. خب میگه آمد از اول مراسم فیلمبرداری کرد تا آخر. حالا ما رو بردن تو حجله، خود داماد تعریف میکنه. گفت رفتیم تو حجله، مادر عروس رفت دست فیلمبردار نامحرم گرفت، گفت بیا تو حجله هم فیلمبرداری بکن. این عجیبه، حجله فقط برای اون مرد و زن درست شده، مردان دیگه حق ندارن برن تو حجله. هیچ مردی حق نداره بره تو حجله اون زن. اونجا برای اون درست شده. برای تو هم یه شب دیگه هست، یک برنامه دیگه هست، یا از تو هم گذشته، بالاخره اینو داشتید. به خود بیام کمی. اما این برادر عروسه، این برادر داماده، این پسر عموی فلان، این پسر خالشه. هر کاری کردم میگه چه مادر عروس گفت بیا داخل. حالا آمده از خود من با خانمم فیلم برداری میکنه رو تخت. میگه به جایی رسید که به خانمم گفت که یک کمی گردن اینطوری بکن. وقتی عکاسی میری نه، خود عکاس میاد میگه سر اینطوری بکن، گردن اینطوری بکن، درست میکنه. هر کاری میگرد میگه اینطوری کمی تو فیلم بهتر میفته. عروس حالیش نمیشد. بعد مادر عروس با پری گفت خودت بیا سرش درست بکن تا تو فیلم درست بیفته. دیگه قبل از اینکه دست من به صورت زنم بخوره، دست اون عکاس و فیلمبردار نامحرم و کثافت خورد به صورت زنم. منم همجور مات و مبهوت در مقابل مادر خانمم ایستادم. خدایا من همه کارم یا این همه کار است؟ گفتم به هم بگم جرأتش ندارم، تحمل بکنم تحملش ندارم. لعنت و نفرین خدا بر من باد که اصلا تولد نمیشدم. این یک داماد خودش داره میگه، اعتراف کرد که من اینطوری شکست خوردم. شب اول زندگیم آرزو داشتم قبل از اینکه دستم رو صورت زنم بخوره، دست اون نامحرم به صورت زنم خورد. دیگه چی؟ پسر خاله و پسر عمو و پسر دایی میان روبوسی میکنن با عروس. این پسر خالشه، این پسر داییشه، یه عکس یادگاری بگیریم کنار هم بشینیم. کی پسر خاله و پسر عمو محرم شد؟ اینا همش فرهنگ غلطیه که در ما جا میفته. اگر شما امشب نشستید تا این وقت شب که بشنوید برق رفت تکون نخوردید، تو تاریکی نشستید، خواهرای شما ناموس شما تو اون تاریکی نشستن، یه نفر تکون نخورد، این برادرها سر پای ایستادن هنوز. من برای این صحبت ها مراسم رو به هم نزدم که اینها رو بشنوید. اگر شما خواهان شنیدن هستید و نشستی و تحمل کردید، باید مردانگیتون ثابت بکنید. از این به بعد بنده خدا با تمامی وجود در تمامی صحنه های زندگی بنده خدا. اگر به گرانی جانمون تمام بشه بنده خدا. من نیامدم اینجا با کسی رو درواسی داشته باشم نگم که فلانی ناراحت میشه. ناراحت بشه به من چی؟ به جای تشکر مشت و لگدم بیاد، میپسندیم، اشکال نداره. مهم که حرفمون رو بزنیم. هر کسی خوشش میاد بیاد، هر کسی ناراحت هم میشه ما وظیفه داریم که بگیم، وگرنه مردانمون بهتره. و میدونم که همه خوشتون میاد و همه رگتون حرکت میکنه. مردانگی به سیبیل نیست، فلانی سیبیلش کلفته. مردانگی به غیرت و مردانگیه و ناموس پرستیه. مسئله ناموس در اسلام خیلی مهمه. یک زن 4 تا مرد رو به جهنم میبره. یک زن